به نام خدا. سلام. من پرستو رحیمیان هستم، وکیل پایه یک دادگستری. رشد روزافزون فناوری‌های جدید مثل هر پدیده نوظهور دیگه علاوه بر محاسنی که داره، معایبی هم داره. ارتباطات و مراودات غیر متعارف یکی از عرض به حضور شما که نتایج زیانبار و مخرب این پدیده نوظهور که البته حالا دیگه خیلی نوظهور هم نمیشه بهش گفت هستش. کیسی داشتم که در اون یک دختر خانمی مراجعه کرده بود که به علت تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن و اعتماد فراوانی که به آقایی که بهش ابراز علاقه و دوست داشتن کرده بود، کلیپ ها و عکس های فراوانی رو براش فرستاده بود و این آقا اقدام به تهدید ایشون به انتشار تصاویر و کلیپ های خصوصیش کرده بود و همین مسئله باعث ترس فراوان این دختر خانم شده بود. البته که صرف تهدید یک نفر به انتشار تصاویر، عکس ها، صوت و مسائل خصوصی عرض به حضور شما که جرم انگاری شده در قانون و من موکلم رو از این مسئله مطلع کردم. اما لطفاً مراقب مراودات و روابط غیر متعارف خودتون باشید. موفق و پیروز و تندرست باشید.